سلام عرض ادب، شیبانی هستم، علی شیبانی. وای چقدر دلم تنگ شده بود واسه گفتن این جمله. دوستان خیلی خوش اومدید به این ویدیو بعد از گذشت 1 سال. حدودا 1 ساله که من فعالیتی نه تو یوتیوب، نه تو اینستا، نه تو آپارات میزون نداشتم. هیچ فعالیتی نداشتم. دلیل غیبتم چی بوده؟ حالا خیلی من پیام دادید، گفتید کجایی؟ چرا نیستی؟ چرا فعالیت نمی کنی؟ تمام این جواب ها رو انشالله در ادامه ویدیو با من میبینید. خیلی ممنون که روی این ویدیو کلیک کردید. یک ویدیو کاملا خودمونیه و سعی میکنم خیلی از حرفایی که خیلی جاها سانسور میشه من سانسور نکنم، توی این ویدیو بهتون بگم و با هم دیگه یه شروع پرقدرت داشته باشیم. ادامه ویدیو با من همراه باش. خب دوستان، چند تا سواله. یکی این که من تو این 1 سال کجا بودم؟ هیچی، داشتم زندگی میکردم. نه، دور از شوخی، من درگیر کار خودم بودم، درگیر زندگیم بودم. ولی چرا فعالیتم رو یهو استاپ کردم؟ من اگر حالا دوستان چنلمو که دارید، اونایی که ساب دارن و دیدن متوجه شدن، از دیروز یه سری ویدیو منتشر کردم. شاید حتی کامنت 1 نفر هنوز پای ویدیو هستش. کنفرانس اپل که استارت خورد که مال 9 ماه پیش بود، خب من ویدیو ریاکت گرفته بودم، گذاشته بودم که پخش بشه و استاپ زده بودم. یه سری شورت ویدیو تو اون بود، الا اکسپورت گرفته بودم. شورت ویدیو رو پرایوت بود، پابلیک نبود روی چنل، یعنی فقط خودم میتونستم ببینم. اونها رو دیروز تازه منتشر کردم که یه نفر کامنت گذاشت، گفت بعد از 9 ماه تازه میای ریاکتتون میدی، که کامل توی کامنت توضیح ندادم. میخواستم توی یک ویدیو کامل توضیح بدم که اگر من اون تایم فعالیت نکردم و فعالیتی نداشتم، با اینکه خیلی محتوا داشتم، خیلی دست پر بودم، خیلی از ویدیوها آپلود شده بود یوتیوب، خیلی از ویدیوها روی سیستمم بود و هنوز آپلود نشده بود، ادیتاش تموم شده بود. اینها رو همه رو دست پر بودم و میتونستم بیام پست بذارم، فقط به یک دلیل فعالیت نکردنم توی این مدت 1 سال 10 ماه 9 ماه فقط یک چیز بود که سکوت کنم به احترام افرادی که باید صداشون میرسید. خب محتوای چنل من محتوای طنز بود، محتوای چنل من محتوای گیم بود، محتواش ولاگ سفره، محتواهایی که روی تفریح مردمه، منتها واقعا یک زمانی تفریحی خوشی برای مردم نمونده بود. به احترام تمام افرادی که جونشون رو از دست دادن، به احترام تمام جوانایی که واقعا از بینمون دیگه نیستن، دوست نداشتم واقعا فعالیتی داشته باشم و روک بگم موفقم بودم توی کار خودم. خیلی از دوستانم فعالیتشون ادامه دادن، چنلاشون ساب زیاد گرفتن، ولی بحث من اصلا بحث ساب، ویو و اینها نبود. دوست داشتم که ایرانمون آینده بهتر داشته باشه. توی آپارات که رسما دیگه فعالیت نکردم و فکرم نکنم که فعالیت بکنم، خیلی ضررها بهم خورد و توی این جنبشی هم که استارت خورد و انشالله امیدوارم که هنوز تموم نشده باشه. ببینید بحث اصلا بحث حجاب نیست دیگه. الان من این موها رو بکنم تو مشکل مملکت حل میشه، دزدی، اختلاس، کوب زهرمار حل میشه. حالا بحثا نمیخوام ببرم سمت سیاست، ولی بحث جنبشی که استارت خورد بحث ایران فردایی بهتر بود، بحث تحرکی بودش که لازمه و خیلی چیزا باید عوض بشه. به احترام تمام عزیزانی که
توی تاریخ بودن و حضوراً دیگه پیش ما نیستن، من این سکوت رو کردم و گذاشتم تا رسانه کار خودشو بکنه. ببینید رسانه من رسانه‌ای نبودش که بخوام اخباری در این رابطه پخش بکنم یا اصلا اطلاعاتی هم نداشتم. رسانه من رسانه محتوای گیم بود، محتوای فان بود، محتوای ریاکت بود. این رسانه باید استوب میخورد، هرچند که جلوی فعالیتش کامل گرفته شد. در عدد سابم نه خب ببینید من تمام دوستانم بودن، عزیزانمون دقیقا تو همین تایم خیلی راحت تونستم پیشرفت بکنم، ولی من دوست نداشتم. من حالا حس درونیم حس خودم بود و کاری که نیاز بود انجام دادم. این یه بابت. و مورد بعدی کلی گیم اومده دیگه، یه ذره بحث ناراحتی و اینا بیایم کنار. انشالله که انشالله که یه آینده روشنی برای تمام عزیزان، تمام هموطنان گرامیم از جمله خودم. من آینده روشن واسه خودم میخوام، آینده روشن واسه دوستم میخوام. اینو دارم قسم میخورم بچه‌ها. من یکی از دوستانم رو دیدم که زندگیش خیلی خوب شده، دوست دوران قدیممه، واقعا لذت بردم. یعنی وقتی میبینم یکی از عزیزانم، یکی از دور و بریام، یکی از دوستان، حتی کسی که من نمیشناسم، ببینم وقتی یه ماشین مدل والا، ماشین خوب، زندگی خوب، خونه خوب داره، من لذت میبرم. پس برای هم خوب بخوایم. این یه موضوع بعدی کلی گیم اومده. جدی میفرمایی؟ اصلا ترکونده گیم بازار رو، واقعا بهتون بگم جاش تو این ویدیو نیست. از پرنس آف پرشیا بگی که با دوبله فارسی واقعا ترکون، میگن گیم پلیش خیلی خفنه، رو نینتندو میگن خیلی حال میده، جالبه. اینو هنوز حالا من دموشو تجربه کردم و دیدم راستم بگم، چون دو بعدیه روی نینتندو خیلی بهت حس مثبت میده. و کلی گیم های دیگه اومده. یه خبر خوب بهتون بدم، دست پر اومدیم انشاءالله، خدا رو شکر. خیلی قراره گیم ها رو با هم دیگه بریم. حالا نمیگم بهتون چون روی هر ویدیو میخوام سورپرایز بشید. تو عادت داری همیشه همه رو سورپرایز میکنی، ولی گیم زیاده و پلتفرم هایی هم که این گیم ها رو اجرا بکنن خیلیه. لحاظ کنسول شما خیالتون جمع باشه، فول کنسول در خدمتتون هستیم. اگر بازی فکر میکنید که دوست دارید تجربهش من تجربه بکنم، شما ببینید لذت ببرید، بنویسید برام، کامنت بذارید، اسم بازی رو دونه دونه بنویسید. ولی خیلی بازی من دست پر الان اومدم و همین الان هم آماده پلیه. انشالله رکورداش رو انجام میدیم، ادیتاش رو انجام میدیم و یه مقدار پرقدرت میخوایم استارت بزنیم. خواهش نیست، اگر میبینید که این محتواهایی که دارم میذارم دوست داشتید لایک میزنید، اگر حس مثبت گرفتید کامنت بزنید، اگر جایی فکر کردید که میتونه بهتر بشه کامنت بذارید برام، و اگر دیدید از چنلم خوشم میاد سابسکرایب کنید. اصرار نمی کنم که بگم حتما تو رو خدا سابسکرایب کنید، چون قرار نیست نه 2 که من بخوام به یه عدد مثلا چه میدونم 1 میلیون فالوور برسم، نه هدفی اونجاست، مسیره که قشنگه. یه دوست داشتم همیشه دیالوگش همین بود، میگفت اون خریدی که میخوای انجام بدی خریدش لذت بخش نیست، مسیری که دارید پولش رو به دست میاری تا به اون خریده برسی برات لذت بخشه. خب همیشه همینه واقعا. شما تک تک جنسایی که میخرید اون زمانی که دارید پولش رو جمع میکنید خیلی لذت میبره و این چنل منم همینه. دونه بدونه سابسکرایبی که من میبینم توی چنلم اضافه میشه و این به من لذت میده. حالا یه سری چالش ها برگزار میکنیم، تمام اینا هستش، ریاکت ها هستش و منوچهر هادی هم هستش. اونو دور نگردم. ببین منوچهر هادی تاپ ویدیوهای منه، خب یعنی اون نباشه انگار من نیستم. تا وقتی منوچهر هادی زنده است منم زنده. منوچهر هادی رو نمیکنم، نگران نباشید. به تک تک قولایی که توی ویدیوها داده بودم عمل میکنم، مثل فکت های GTA ادامهش میدم. سوتی ها رو قرار بود
تا فکر کنم 90 قسمت قولش رو داده بودم، اونم حتما یعنی دونه بدون قسمت ساخته میشه. منتها یه روندی که داریم با هم دیگه پیش میریم. فقط تنها خواهشی که ازتون داشتم با من مقدار تعامل داشته باشید، تو کامنت گذاشتم کمکم بکنید، هر جای ویدیو حس میکنید که جالب نیست به هم بگید و هر گیمی هم که الان دوست دارید که تجربهش انجام بشه کامنت بذارید. میگم پلتفرمام زیاده، الان فقط اینک VR PS5 رو ندارم که اونم انشالله فکر کنم یه خریدم. خب نمیدونم چند وقت دیگه انشالله اونم اوکی میشه. از ایکس باکس بهتون بگم PS5، نینتندو و سیمولیتور، استیم و شما فقط گیم رو بگید باقیش با ما، خیالتون جمع باشه. آقا دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. پر حرفی دیگه نمی کنم. در رابطه با غیبت هم چیز دیگه ای ندارم بگم، هر گفتنی ها رو گفتم، بدون سانسور هم بهتون گفتم. فقط میگم الان اومدم یاد دست پر، انشالله که بتونیم یه خانواده قوی رو تشکیل بدیم و واقعا اینو یادم رفت بگم، دم اونهای گرم که تو این 1 سال ترک نکردم ما رو، یعنی به جرئت میتونم بگم واقعا تنها خانواده‌ای بودید که توی این 1 سال آن سابسکرایب نکردید از چنلم. ریزش سابسکرایب هم شاید در حد 2 نفر بود، واقعا در حد 2 نفر بود، ولی این خانواده همیشه حفظ شد و قرار بزرگتر بشه. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگر خوشتون اومد از این ویدیو لایک بزنید، نظری دارید اسم گیم‌ها رو قرار شد کامنت بذارید، در اون دیگه کامنتاتون رو بذارید و دمتون گرم، مرسی که بودید و مرسی که هستید و مرسی که خواهید بود. خیلی برنامه داریم، خیلی ولاگ سفرم داریم، انشالله آخر هفته یک سفر چالشی دارم، ادامهش رو توی شورت ویدیو فردا صبح یوتیوب اعلام میکنم بهتون. یه سفر چالشی 2-3 روزه است، باحاله، حال میکنید. آقا دمتون گرم، مرسی خیلی دیگه مرسی گفتم و شب و روزتون بخیر باشه. شیبانی هستم، علی شیبانی. یه تست بریم. خب خوبم؟ خیلی خوب. سلام عرض ادب.